صبح روز 15 ژانویه 1947 جسد برهنه الیزابت شورت ملقب به کوکب سیاه در لس آنجلس پیدا شد. او هیچ لباسی به تن نداشت. بدنش دو تکه شده و از خون تخلیه شده بود. تا به امروز پرونده قتل او همچنان باز است و قاتل دستگیر نشده. در این ویدیو به پرونده قتل الیزابت شورت می‌پردازیم. هر چیز زودتر لایک کن تا بریم سراغ این ویدیو پرانتراژ. سالهای ابتدای زندگی الیزابت شورت در 29 ژوئیه 1924 در بوستون ماساچوست متولد شد. او از 5 دختر خانواده کوچکترین بود. خانواده‌اش پس از تولد الیزابت به پورتلند نقل مکان کردند، اما بعداً به مدفورد ماساچوست مهاجرت کردند و بیشتر زندگی خودشون رو اونجا گذروندند. پدرش زمین‌های گلف مینیاتوری می‌ساخت تا اینکه بازار سهام در سال 1929 سقوط کرد. متاسفانه خانواده در این مدت بیشتر پس‌اندازهای خودش رو بورس از دست داد. یک سال بعد، یعنی در سال 1930، ماشین پدرش خالی و رها شده در پل چارلستون پیدا شد. هیچ خبری از پدر الیزابت نبود. اعتقاد بر این است که او با پریدن به رودخانه چارلز خودکشی کرده است. در نتیجه مادر الیزابت، فیبی می، با 5 دخترش به یک آپارتمان کوچک نقل مکان کرد و به عنوان یک کتابدار مشغول به کار شد. الیزابت از برونشیت و حملات شدید آسم رنج می‌برد. حتی در سن 15 سالگی تحت عمل جراحی ریه قرار گرفت. پزشکان به او پیشنهاد کردند که در زمستان به آب و هوای مضبوط‌تری برود تا مشکلات تنفسی‌اش را تسکین دهد. از این رو مادرش او را به میامی فلوریدا می‌فرستد تا او زمستان‌ها را در آنجا و نزد دوستان خانوادگیشان سپری کند. در طول 3 سال آینده الیزابت 2 خانه داشت. بیشتر وقت خود را در مدفورد ماساچوست با خانواده‌اش می‌گذراند و زمستان‌ها را در میامی سپری می‌کرد. وقتی به سال دوم دبیرستان رسید، تصمیم گرفت که تحصیل را رها کند. در یک اتفاق عجیب، در سال 1942 مادر الیزابت نامه‌ای از شوهرش دریافت کرد. شوهری که تا آن روز همه گمان می‌کردند مرده است، اما او فرار کرده بود و حالا زندگی جدیدی را در کالیفرنیا آغاز کرده بود. در ماه دسامبر الیزابت چمدان‌های خود را بست و سراسر کشور را طی کرد تا با پدرش در والجوی کالیفرنیا زندگی کند. اما الیزابت و پدرش مشاجره‌هایی داشتند و همین باعث شد که الیزابت ماه ژانویه مجدداً چمدان خود را ببندد و از خانه پدری برود. او از خانه یک دوست به خانه دوست دیگر نقل مکان کرد و هر جایی که می‌توانست شب را سپری می‌کرد. در همین حال در یک فروشگاه در کمپ کوک نیز کار می‌کرد. چند ماه بعد الیزابت از این فروشگاه اخراج شد و به سانتا باربارا رفت تا اینکه در 23 سپتامبر 1943 به دلیل نوشیدن الکل در زیر سن قانونی در یک بار محلی دستگیر شد و او را نزد مادرش در مدفورد ماساچوست فرستادند. در زمانی که او دوباره به رفت و آمد به فلوریدا مشغول شد، با سرگرد متیو مایکل گوردون، افسر نیروی هوایی ارتش در گروه دوم فرماندهی هوایی آشنا شد. گوردون طی جنگ جهانی دوم در کشور هند دچار سانحه هوایی شد. پس از بهبودی، الیزابت به دوستانش گفت که گوردون از او خواستگاری کرده است. با این حال قبل از ازدواج این زوج، گوردون در 10 آگوست 1945 در یک سانحه هوایی دیگر درگذشت. در ژوئیه 1946 الیزابت وسایل خود را جمع کرد و به لس آنجلس بازگشت. در آنجا به دیدار ستمان نیروی هوایی ارتش جوزف گوردون فیکلینگ رفت، مردی که در زمان حضور در فلوریدا با او ملاقات کرده بود و آشنایی قدیمی با او داشت. او در لس آنجلس ماند و به عنوان پیش خدمت مشغول به کار شد و اتاقی را در پشت کلوپ شبانه باغ‌های فلورانس در بولوار هالیوود اجاره کرد. او هنوز هیچ اعتبار خاصی در بازیگری نداشت، اما بسیاری به دلیل چهره خاصش او را به عنوان یک استعداد بالقوه برای بازیگری میشناختند. آغاز ماجرای قتل الیزابت شورت صبح روز 15 ژانویه 1947 خانم بیتی برسینگر در حال پیاده‌روی به سمت مغازه تعمیر کفش بود. همزمان دختر 3 ساله بیتی گمان کرد یک مانکن روی چمن‌های روبرویش افتاده است، اما کمی که نزدیک شد متوجه شد که این یک مانکن نیست، بلکه بدن یک انسان است. او دست دخترش را گرفت و به خانه‌ای در همان حوالی دوید و پلیس را خبر کرد. چند دقیقه بعد پلیس در صحنه حاضر شد. در 23 ژانویه مجله اکسماینر از مردی که ادعا می‌کرد قاتل الیزابت است تماس تلفنی دریافت کرد
او به سردبیر گفت که از نحوه گزارش داستان قتل الیزابت در مجله راضی نیست و برای اثبات ادعای خود اشیای مربوط به الیزابت را برای آنها پست کرد. چند روز بعد اکس ماینر پاکتی حاوی شناسنامه الیزابت، کارت‌های بازرگانی، چند عکس و یک کتاب آدرس دریافت کرد. کتابی که نام مارک هانسون روی جلد آن نقش بسته بود. مارک هانسون صاحب یک کلاب شبانه بود که قبلا الیزابت شبی را آنجا گذرانده بود. پلیس به سرعت به هانسون مظنون شد. چندین اثرانگشت جزئی از روی پاکت برداشته شده و برای آزمایش به FBI ارسال شد، اما متاسفانه اثرات انگشت در حین انتقال پاکت از بین رفت و نتوانست به درستی آنالیز شود. در همان روز یک کیف دستی و کفش زنانه در سطح آشغالی درست در 2 مایلی محل پیدا شدند. این اقلام با بنزین پاکسازی شده بودند تا هیچ مدرکی را در دست پلیس نگذارند. طبق آمار فرمانده اولیه قتل الیزابت توسط مجموعاً 750 محقق از LAPD و سایر بخش‌های از جمله 400 معاون کلانتر و 250 افسر گشت یارتی کالیفرنیا بررسی شد. مکان‌های زیادی برای یافتن سرنخ در لس آنجلس جستجو شد، اما هیچ مدرک جدیدی یافت نشد. رایت جی دیویس، عضو شورای شهر، برای اطلاعاتی که منجر به دستگیری قاتل الیزابت شود $10,000 پاداش معادل $114,501 در سال 2019 تعیین کرد. به محض تعیین پاداش چند نفر اعتراف کردند که همگی به دلیل کذب بودن ادعایشان رد شدند. در سال 1950 پلیس موفق به کشف یک مظنون جدید شد، دکتر جورج هودل، که در هالیوود زندگی و کار میکرد. اکثر ساکنین او را یک شخصیت منحرف می‌دانستند. اعتقاد بر این بود که او مسئول سقط جنین زیرزمینی در هالیووده و سقط جنین‌های غیرقانونی انجام می‌دهد. وی برای اولین بار در اکتبر 1949 مورد انتقاد عمومی قرار گرفت و به سوء استفاده از دختر 14 ساله‌اش تامار هودل متهم شد. علاوه رقم شهادت 3 شاهد که عنوان کردند او را در حال رابطه جنسی با دخترش دیدند، وی در ماه دسامبر از اتهامات تبرئه شد. هنگامی که پلیس به این موضوع مشکوک شد که دکتر جورج هودل در قتل منشی خود نقش داشته است، به این نیز مظنون شد که وی میتواند به قتل الیزابت نیز دخیل باشد. آنها خانه او را بازرسی کردند و کاغذی با متن زیر را در خانه او یافتند. اصلا فرض کنید من الیزابت را کشته باشم. آنها چیزی را نمیتوانند ثابت کنند. آنها دیگر نمیتوانند با منشی من صحبت کنند، زیرا او مرده است. اگرچه نام وی به همراه مظنون‌های اصلی دیگر در هیئت منصفه بزرگ لس آنجلس ذکر شد، اما وی هرگز به مرحله کفر خواست نرسید. زمانی که پلیس مدارک کافی برای دستگیری وی داشت، دکتر هودل دیگر از کشور خارج شده بود. سالها بعد پسر دکتر هودل یعنی استیو به عنوان یک کارگاه قتل در LAPD استخدام شد. استیو معتقد بود که پدرش قاتل الیزابت است. از جمله ادعاهای او این است که دستخط پدرش با نامه‌های عجیب و غریبی دریافت شده توسط پلیس مطابقت دارد. وی همچنین در آلبوم عکس شخصی پدرش عکس‌های زنی را کشف کرد که به اعتقاد او الیزابت است. شاید مهمترین واقعیت این باعث که دکتر هودل سابقه پزشکی برای پرورش دقیق بدن الیزابت را داشته است. تا به امروز مشخص نیست که الیزابت را چه کسی کشته است، اگرچه ممکن است سوء ظن‌هایی وجود داشته باشد، اما پلیس معتقد است که این پرونده هرگز حل نخواهد شد. خب اینم از این ویدیو. لایکتون نره. مرسی از اینکه با ما همراه بودید. تا ویدیوهای جذاب بعدی. خدا نگهدار.